پر ګام مختزو پر مختاج باکو د نړۍ سره سیال خپل وطن جوړو ګام پر ګام مختزو پر چطور گپ است وطندار؟ اینجا بیا چطور؟ همین ظلم میکنه وکیل صاحب همین چی میگه؟ از اونجا تیر نشیم 305 مات پس 40 پا کار کردیم و دو نفر مرزاد بیادر و دیگه شان تاش تو هم مرزادن دیگه اونجا در موتر شیطان قرار دیگه ما اونجا سرک بند. اگه آقای اشرف غنی وزیر صاحب داخله از ما وظیفه میخواه قانون ترافیک ببانه که ما پیاده کنیم در این شهر. آقای اشرف غنی بیا خبر بگی از مسافین پلیس ترافیک وزیر صاحب داخله چرا خبر نمیگیری؟ ګام پر ګام مختزو پر مختاج باکو د نړۍ سره سیال خپل وطن جوړو د نړۍ سره سیال خپل وطن جوړو ملا بوخت په کتاب جوړوي خپل نصاب ملا بوخت په کتاب جوړوي خپل نصاب د تعلیم زمینه مهیا د ظلمو د تعلیم زمینه مهیا د ظلمو ګام پر ګام مختزو پر مختاج باکو د نړۍ سره سیال خپل وطن جوړو د نړۍ سره سیال خپل وطن جوړو کړی اعداد په کمال په صلاح سنبال کړی اعداد په کمال په صلاح سنبال سرحدات بساتل فوز وردو سرحدات بساتل فوز وردو ګام پر ګام مختزو آرام سعی تار سعی همسلکه عزیز ما شما امروز مطابق پلانایی که از طرف ریاست ترافیک کابل مواصلات کردن به ارتباط تخلفات رانندای محترم ما شما و تخلفاتی را که مرتکب میشن امروز به خاطر تطبیق قانون ما شما یک پوستر در قسمت برکی افراز میکنیم بالخصوص دی وقتا به خاطر محیط زیست هوای کابل بسیار آلوده شده وسایط دودی ختم اسناد وسایطی که جواز سیر و پلیق نداشته باشه بدون اسناد این وسایط ما شما توقف میدیم و وسایطی که دودداست مطابق قانون امرشان اجرات میکنیم وسایطی که پلیق و جواز سیر نداره غیر قانونی گشت گذار در شهر کابل میکنه و وسایط ما شما انتقال میدیم به شرک پوشوی شای گرس استقامت وظیفه بلند مارش عمر صاحب تنظیمش کنید سلام علیکم ساعت مبارک سلام ساعت خوب است خیر و خیر بخیر مهربانی شما توشن این دفعه مهربانی استاد گل مانده نباشی ساعت خوب است مهربانی شما این دفعه بیاین از کجا آمدی بخیر؟ من شفاخانه آمدم. لیسانس دیده میتونن؟ بله. خب میگه پلیت عقبیت نصب نیست. چرا ایران نصب نمیکنی؟ بمپر رنگ مالی کردیم از خاطر میکشیم. چه وقت رنگ مالی کردی؟ خب ما خواهی احترام باید کل مریضای خود داریم با کل حالا ایره که نصب نکردی خود کار خوب نیست. عامر صاحب عوضه را صدا بکنین باز توی موضوع دیگر رو ببین. لیسانس از کی است؟
از فامیلات است از ببینین لیسانس از یک کس و خود جواز زیر برای من پیش میگه من جواز نمیدارم. کل نسخه داری؟ بیارم نسخه رو که ببینیم. اما نسخه رو ببینیم بیار. تو وقت زد. که مریض دارم. پدر کلان ما مریض است سکته مغزی کرده. پشت دوام میرم نسخه ندارم. درست است یک. دوم لیسانس از دیگه کس. نام چیست؟ یاسر نام فواد ولد محمد طاهر. این دیگه تخرب. جواز پلیت نصب نکرده دیگه موضوع. واسطه از رابطه انتخاب بشارت. درست. سلام علیکم. جور بخیر. صدیقه ده. خیر و خیرات. تکلیه. لازم مهربانی. چی شده بار کردی؟ منی دی. شا. نو داغ موتور کو بس دکنه. سیده زمیر سے بس بیا ان شاء الله نکره. شا. کو منی بار کردی؟ نو دا موتور خود لام نه دکنه. لاری نه است منی باره بیا. بس دا خو مجبوری میر سے بس بیا ان شاء الله. بیا نکوي دا کار. بیا نکوي. بیا نکوي. بیا کی بار نکوي لګای ښا. زه مخدم کاس. په کتاب جوړوي خپل نصاب د تعلیم زمینه مهیا د ظلمو. استاد از مانده نباشی. جور بخیر. خیر و خیرات. از کجا آمدی؟ بخیر آمدی. در راه مشکلات نبود ان شاء الله. بسیار خوب. کجاست نمبر پلیتت کجاست؟ پلیت از گاندول مرکان ده بود تو داس وارداشتی مردی. برو بیارش که ببینیم. خب. از چه وقت کنده؟ ایره هیچ نصب نکردی؟ نه از گاندول مرکان ده بود ما استار سوار. حالی را خب ما میبینیم که هیچ چیز نصب نشده هنوز. نه ایره شونده بود. کو؟ جوی خرکشه ما ملک اونده بود. شما میبینید که اینجا درست است. حالی بخیر کار میکنی؟ عامر صاحب افزان. جواسایرش قید کن. هر زمانی که پلیتا رو نصب کرد دوباره باز تصویرش میگیری برای مروان میکنی بعد از نصب برشان میگیری. مهربانی نصب اونجا پیش توش پیش اونجا نصب کن. برو پیش برو اونجا نصب کن بدم برو. ګام پر ګام مختزو پر مختاج باکو. در بسیار بخشای ریاست ترافیک کابل کار کردیم. در سال 20 سال پیش دادسات کابل بودیم و بعد از او باز به صفت معاون طلای عامر افزه و فعلا مدیر ترافیک کنترل مراقبت هستیم. پلانایی که از طرف ریاست ترافیک کابل به مدیریت کنترل مراقبت ما مواصلت کرده در شهر کابل به خاطر از بین بردن بی‌نظمی‌ها و تنظیم جریان بهتر سالم ترافیک کنترل‌های را افراز کردیم که در 3 محل در شهر کابل همین لحظه پست‌های ما افراز است. وسایتی که دزداستند محیط زیست در زمستان بسیار خراب شده در کابل به خاطر از او وسایت پست‌های ما افراز است و وسایت ما توقف می‌دیم. نظر به سابق که حال بسیار خوب است. اینقدر رابندیان نیست. رابندی‌ها عوامل داشت. عواملش اکثر برادرای زورمند از جاده‌های یک طرفه استفاده می‌کردن. یگان مشکلات دیگر را بار می‌آوردن. همین موضوعات خط سیر بدن. با اون وجه ازدحام در شهر کابل در دوران جمهوریت به حد و به اندازه زیاد بود. ولی امروز به فضل خداوند جریان بسیار زیاد وسایت از دوران جمهوریت که زیادتر است. تنظیم بهتر است که ما تحت زیر چتر قانون ترافیک جاده وظیفه خود پیش میبریم. صبحی ساعت 6 بجه تمام افزای ما پرسنل ما در سهم خط میگیرد در چهارراه تنظیم خود شروع میکنند. این باز مطابق هم پلان است که از طرف ریاست ترافیک کابل مواصلت میکنه. مطابق از اون باز پرسنل ما عیار میشه و جابجا میشه. باید در تو هم است مگه مهمتر در طول شانه نه آقا کورس سوازی آقا ورونه آقا ماشومان سپاه کورس سوازی مهمتر مگه دغه ده مگه باید هر څه عاجل ټول جریانونه قید کو یا جریان ورته خوشی کو یا یو طرفه یا په عمومي سره جاده باندې دوی حرکت کوي راځي عمومي جاده ورته دوامدار خوشی کوو لوی چارې نه بل چارې ته بل چارې نه تر بل چارې په څلوردار پورې مګر ارتباط مخابره لري چې کوم مسایل باید قید سي کوم قطار د اجازه ورکول دي تروغ هر څه عاجل وکول شي څومره وقت اتفاق نقطه ترسي د موږ لپاره یو غټ افتخار ده. ما با تمام همشهرهای خود پیام مامی است و اطمینان ما تا زمانی که هر چقدر نیروی ما در وجود ما باشه ما دریغ نخواهد کنیم به خاطر تنظیم جریان سالم ترافیک.
و برای راندای محترم فقط پیام ممی است که مطابق قانون ترافیک جاده بالای جاده عامه توسط اشاره پلیس ترافیک با سیگنال‌های ترافیک احترام بگذاره، با قانون ترافیک جاده احترام بگذاره، ان شاء الله به هیچ خطر مواجه نخواهد شوند. تا زمانی که خود ما تابع قانون نشویم، تمام پلیس ترافیک تا چه وقت در هر چهارراه ایستاد باشه، در هر سرک ایستاد باشه، کنترل خود پیش ببره. خدا کنه روزی را بیا که بدون پلیس ترافیک کلگی با قانون خود عیار ساخته باشه. قبلا دیدیم که مدیر تنظیم مراقبت ترافیک کابل ما اسنادا را زمانی که برای ما میته هدایت هم میته. آن در رانندگان محترم که وسایلشان دودزاست، وسایلشان اسنادشان زمانی که برای ما میسپارند و هدایت به این شکل است که اونا برن واسطه نقلی خود ترمیم بکنن. بعد از ترمیم اساسی دوباره در محل که برشان آدرس میتیم اونا مراجعه میکنن. باز هم طبق هدایت مدیر صاحب کنترل مراقبت ترافیک کابل ما واسطه از نزدیک چک و ارزیابی میبینیم که درست واسطه نقلیه ترمیم شده، بنان از لحاظ محیط زیستی قابل فعالیت است. دوباره یک قطعه عکسش و شخصش در داخل کتاب اندراج دودزای ما که در هر حوزه ما موجود است اونو را ثبت میکنیم و اسنادش دوباره برای راننده محترم تقدیم میکنیم. لیسانس همچنان لیسانس برش زاترش خو توصیه میکنیم که اونا متوجه شوند که برند دوباره جواز رانندگی بگیرند. در غیر از او اگر تکرارن بعد از توصیه ما دوباره مراجعه میکنن، باز وسایلشون قید میشه الا اخذ جواز رانندگی. پیام مهمی است که رانندگان محترم که همونطور درس هم خواندن و میفهمن قبل از اینکه واسطه نقلی خود میرن چک میکنن، چالان میکنن، کوشش بکنن که می واسطه نقلی از جا ارتباط خصوصا محیط زیستی که دوزا است اگر دود میکنن قطعا حرکت نکنن. می پیام ماست، همین همکاریشان است. سابق در چهارراهی رانندای محترم و همشهریای محترم نیم ساعت یک ساعت میماندن، اما حالا میبینین شما که جریان عملا عبور و مرور است، هیچ مشکلی نیست. این از چی است؟ از امو صداقت، از امو تعهد منصوبین ترافیک است که اینا امو یک تعهدی که با وظیفه خود دارن این کار انجام میتن که بالاخره بیروبار و جار و جنجالایی که در عبور و مرور بوده تمامش حل شده. یگانه چیزی که مهم است که قانون مراعات شود. چیزی که منصوبین ترافیک کابل برشان گفته گوشزد میکنه برای دریورا، اگر دریورا قانون مراعات بکنن، قانون جاده را مراعات بکنن، انشالله هم ترافیک از مردم راضی است و هم مردم از ترافیک راضی می باشند. خداوند توفیق بیشتر با منصوبین پلیس ترافیک نصیب بکنه که دوگام بتونن خدمت مردم بکنن. و یک پیام به مردم کابل خصوصا رانندای عزیز دارم که موترشان اگه مشکل داره یا هر موضوعی که دارن اون را حل بسازن تا این باشه که جریان همیشه عبور و مرور داشته باشه و هیچ گاهی سکتگی حاصل نشه و بهترین چیزی که مهم است قانون مراعات بکنن. ما تقریبا 2 میاشتې کې د کندهار راغلم کابل ته، ژوند زندگی اوس دلې کوم. انو تر اوسه تنګ کړی نه یو، نو چې اسناد ورسره سره پوره داسې کوم مشکل نه لرم موږ سره. اسناد مطلب اسنادونه دي، پلیټونه دي، مثال موټران بند شوي دي بې اسناده نه. وختي به داسې و چې ګر به مطلب بې اسناد موټران هم راوستله، چلول به خلک دي زیات نه، نو د دې خدمتونه زیات دي. شی پر سړک موږ ته ولاړ دي، موږ خدمت ته ولاړ دي. بسیار رویه خوب میکنن قیادم. مثال پارچه جریمه نیست، دیگه نیست، همون کار قانونیشان پیش میبرن. دیگه این اسنادای ما است که این تای مراحل شده میروه، اونم کار قانونی رو ما پیش میبریم. ترافیک هم بسیار رویه خوب داره امروز. فعلا تغییرات آمده، یعنی چک است، بازرسی است، کنترل است، دیگه ما خوش هستیم. بعد دیگه دریورها پیام ای است که باید چیزی قانون ترافیک است از او دخطی نکنن، مطابق با قانون باشن، چیزی قانون میگه با اون عمل کنن. والا ترافیک حال فضل خدا فعالیت زیاد است، جاده فهمیدی صحیح کنترل میشه، آزار و اذیت مردم نمیشه. دیگه ما راضی هستیم والا از ترافیک. دیگه یگانه مشکلی که ما داریم بیادر اینمیست که این موترهای ما چنج هست. دیگه ما خواهش همی داریم که همی چنج دست پاکستان شخصی را یک راه حل بسنجیم برش، مثال به خاطر تکسی بیدنش که همی مشکلات ما حل شود. همی ترافیک هست که فهمیدی که همی دلیورای وصله کرده و واقعیت آدم مسلمانی به جای استاد میکنند با گفت نمیشه میگه برو فهمیدی بعد با چشم ریقی میکنند که استاد میکنند. حال یکم خدمات زیاد شده نسبت به اون وقت، پیاده روا پاک شده و در چهارراه چراغات اکثرا فعال شده.
دیگه نظم عامه تقریبا زیاد خوب شده، خصوصا در ساحه ما در ساحه چهارقنبر میشینیم، حتی می کوچهای ما که پیاده روا را گرفته بودن اونا را پاک کردن ناحیه ما. از دریورا می توقع را داریم، خصوصا از این تونس و کاستر که توقفشان اکثرا بیجا است. 100 موتر پشترشان استاد میشه و یادمو فکر سواری خود می باشن. یک نظم بر از اینا جور شود که در اکثر جاها یا رابندی از این موترهای تونس و لیتس به شهروندای کابل پیدا میشن. دیگه انشالله نظم ما بسیار خوب شده. بغیر از پلیس و ترافیک باید خود ما همکار امرای پلیس و دولت باشیم، به خاطر که اگر ما نظم مراعات نکنیم تنها ترافیک نمیتونه که 12 بجه شام به ما استاد شه و نظم جور کنن. اصول طور است که در کل دنیا مردم کلش قانون رعایت میکنن. ما هند رفتیم یک کراچی در چراغ سرخ بوده استاد شده، مگر افغانای ما شما که بینه ترافیک نیست از چراغ سرخ هم میدون. باید نظم کل ما مراعات کنیم. یو خالد ټول ژوند خپل هیواد راغو، یو خالد ټول ژوند خپل